خدمه که در کانال ما باری اول است حتما در کانال ابونا شوید و کلکلچیکا بجقید تا که از نوارهای نوی ما بخبر نمانید. رقم های من در روی اکران شما و در پایین ویدیو. اگر شما خانه فروشی یا زمین فروشی داشته باشید در وبسایت من یا وایبر من روان کنید. ما بی پول رکلام میکنیم، بی پول. ویدیو نوار سر میکنیم ای خانه فروشی. ویدیو را تا آخر تماشا کنید و با خبر میشوین نرخ‌های خانه‌های فروشی که در تاجیکستان باشند. یکم خانه فروشی ما در شهر دوشنبه، ناحیه فردوسی، پایان خطای بازار، نزدیکی مکتب 45. 3 سوتیق زمین خانه دیتاجای، 6 در خانه هست، آب و سویتش هست، دکمت هم دارد، کخنی، بانیا، حاجتخانه هم در داخل خانه است. گردش محکم است. خانه را فوراً فروخته می شود. نرخش با مسئولیت است. وریانتی الشیم هست برادرو. اگر شما خریدار انیق باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خانه دسترس کنید. دوستان عزیز دستگیری کردن ما را فراموش نکنید. در ویدیو نوار لایک بگذارید. بعد تماشای ویدیو حتما فکراتون را در کامنتاریا نویسین. کسی در کانال ما مهمان است از شما احترامونه خواهش میکنیم در کانال ابونا شوید. یک روز پس یا 2 روز پس ویدیوی نوی خانه فروشی می شود. حتما در کانال ابونا شوید. ما میگذاریم با دیگر خانه فروشی. خانه فروشی در ناحیه فیض‌آباد. 10 سوتیق زمین 3 در خانه هست. آب و سویتش هست. دکمتاش 100% است. خانه ها با ремонти زمانوی تامین است. فقط می‌داری زندگی میکنی. کخونه، بانیا، حاجتخانه هم دارد. گردش محکم است. نرخش 175,000 سومون. کسی خریدار انیق باشد با ارزان هم میشود. اگر شما خریدار انیق باشین رقم ها برای تماس در روی اکران شما. زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خانه دسترس کنید. کوارتیرای فروشی در شهر وحدت. دکمتا کوارتیرا در 4 باشانه قرار دارد. 70 متر کвадрати новостройка است. آب و سویتش هست. خانه را سرочно فروخته می شود. نرخش 280,000 سومون. کسی خریدار انیق باشد با ارزان هم می شود. وریانتی الشیم هست برادرو. اگر شما خریدار انیق باشید از نام کانال ما گپ زنید با سودا هم کرده می شود. زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خانه دسترس کنید. دوستان عزیز ویدیوی ما با آخر رسید. اگر شما لایک موندگی نباشین برای دستگیری کردن ما در ویدیو لایک مونید و فکراتون در کامنتاریا نویسین. اگه خونه‌های اگه ماشین اگه زمین‌های فروشی خونه‌های فروشی ارزان باشد شما حتما فکراتون در کامنتاریا نویسین. ما فکرات شما را میخونیم. اگه جایی که شما گفتین ما همونجا دسترس میکنیم. پیشکشی شما میگردونیم. شما ما را دستگیری کنید. در ویدیو لایک مونید. ویدیو را پادلیت کنید. بهترین کامنتار را نوشتن فراموش نکنید. رحمت کلان برای دستگیریاتون. خیر دوستان عزیز همه کس سلامت باشین. الله مددگاری همه شما باشد. خیر دوستان عزیز تا ویدیوهای آینده. خیر.